جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. سوره عادیات صدومی سوره قرآن بوده، در مکه مکرمه نازل شده. آن از 11 آیت عبارت است. این سوره به قسم خوردن الله به اسبان غازیان و بیان صفت آنها هنگام تاختن در جنگ ضد کافران ابتدا یافته است. در دوام سوره ناشکری و ناسپاسی انسان به نعمتهای پروردگار و حریصی او به مال و ثروت بیان می‌گردد. ختم سوره درباره بازگشت خلایق به پیشگاه پروردگار خویش از برای حساب و کتاب، جزای و مکافات معلومات می‌دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که به اندازه مهربان و به نهایت با رحم است. والعادیات ضبحا. قسم به اسبان تیز دونده نفس زننده، یعنی قسم به آن اسبانی که بر آنها سواران اسلامی در جهاد بر ضد کافران تاختند. تاختن اسبان آنها به درجه بود که نفس کشیشان بر اعلا شنیده میشد. فالموریات قدحا. و قسم به اسبانی که به نعل خود سنگ را زده آتش میبرارند. فالمغیرات صبحا. پس قسم به اسبان غارت کننده هنگام صبح، فاثرن به نقعا. که در آن وقت غبار را برانگیزند. اسبان مجاهدان چنان با سرعت و توانایی میتاختند که گرد و غباری از زیر سمهای آنها براینده تمام لشکر کافران را پیچانیده گرفت. فوسطن به جمعا. و در آمدند در آن وقت در میان سپاه، یعنی مجاهدان هنگام صبح دم به اسبان تیزدو قوی که هنگام دویدن از زیر سمهایشان آتش می جهید، چنگ و غبار لشکر دشمن را فرا می گرفت. به ترس دلیرانه به میان صف دشمن ره نمی زدند و غلبه می کردند. خداوند با اسلوب با خود خاص در آیت 1 تا 5 اسبان مجاهدان و جنگ آنها را تصویر نمود و سخن بافی منافقان را رد کرد و تسلی دل مؤمنان شد. آیت های زیرین جواب قسم بوده. خداوند گفته است که ان الانسان لربه لکنود. البته انسان برای پروردگار خود ناسپاس است. عادت و طبیعت اکثر انسان این است که نعمتهای پروردگار خود را نادیده گرفته شکر آنها را نمی کند. فقط از نارساگی ها و مصیبت ها شکایت می کند. نعمتهایی را که الله تعالی به او ارزانی داشته است فراموش می کند و در سری وقت آنها را قدر نمی کند. بعد از زوال نعمت عقل و هوشش به جایش می آید و پشیمان می شود. ولی دیگر چی فایده؟ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. و البته انسان به این ناسپاسی خود گواه است. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. و با درستی که انسان در دوست داشتن مال بسیار سخت حریص است. انسان نمی‌داند که انجام کارش چی می شود، اما در جمع کردن مال و دوست داشتن آن بسیار سخت حریص است. یعنی حرص و طمع در دیدگان او پرده افکنده و او در هوای و هوس و محبت مال چنان غرق می شود که حتی نعمت دهنده اساسی را فراموش می کند. برای دوست داشتن عبادت خدا و برای شکرانه نعمتهای او از خود سست و ضعیفی نشان می دهد. خداوند در مضمون‌های آیات زیرین تأکید می کند که با مال و بایگری دنیا چندان رغبت نکنند، برای آخرت عملهای صالح را بسیار کنند، زیر آن روز همه کارهای انسان آشکار کرده می شود. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. آیا نمی دانند وقتا که آنچه در قبر هاست برانگیخته شود؟ آیا انسان ها نمی دانند وقتی می رسد جسدهای مردگان زنده گردانیده می شود؟ برای حسابات و پاداشت عملهای در دنیا کرده اشان نزد پروردگار عظیم و شأن حاضر می شوند. اگر به همه این باوری کامل می داشتند اینقدر خودشان را به دنیا داده زهد و تقوا را از دست نمی دادند. و حصل ما فی الصدور. و آنچه در دل هاست ظاهر کرده شود. در قیامت آن سر و اسرارهایی که در دلها خوابیده است همگی آشکار کرده می شود. این ربهم
بهم يومئذ لخبير. البته در آن روز پروردگارشان از حال آنها خبردار است. بنور هدى جمال